با سلام خدمت دوستان عزیز. همونطور که قول داده بودم سعی کردم یه ویدیو رو آماده کنم در مورد نحوه بازی کردن GTA آنلاین. همونطور که میبینید اول قسمت استوری مودمون لود میشه. بهتره که اجازه بدیم بیاد داخل استوری مود و از اینجا بریم داخل آنلاین. حالا استارت رو میزنیم، میریم روی گزینه آنلاین، میزنیم، گزینه پلی GTA آنلاین رو انتخاب میکنیم و بهتره که رو گزینه دوم برید، به خاطر اینکه تو گزینه اول که به اسم گو هست، اینجا اگه برید داخل رومی میرید که سایر بازیکنان حضور دارن و ممکنه اونجا شما رو بکشن یا ماشینتون رو منفجر کنند و اگر بیشتر از $5000 همراهتون باشه میتونن بدزدن ازتون. به خاطر همین بهتره که به گزینه دوم برید. اگه تازه شروع کردید گزینه Invite Only Season، البته این در صورتی است که شما قبلا یه یوزری ساخته باشید. اگه یوزر نداشته باشید دفعه اول بخواد بیاد، فقط باید در مرحله اول یه یوزر بسازید. در این صورت کل مراحل اصلیش همینه. خب همونطور که میبینید الان من بهتون نشون، من الان لول 85 هستم و از خونه خارج میشیم تا سایر موارد رو بهتون بگم. خب یکی از دوستان من توی سایت خونده بودم که سوال پرسیده بودن چطور میشه پک های آنلاین رو داخل بازی از قسمت Xbox Game Story دانلود کرد. استارت میزنیم داخل منوی Xbox Game Store. اینجا دو گزینه هست به اسم کش و پکس که سوالی که دوستان پرسیده بودن مربوط به این قسمت میشه. قسمت پکس میرن و همونطور که میبینید این پک های مختلفی که در طول این چند وقت برای GTA آنلاین اومد که من همه رو دانلود کردم. گزینه اینستال که میبینید من همه رو دانلود کردم اینا رو و فقط کافیه روشون همونطور که میبینید تو قسمت پایین نوشته دانلود که ای رو بزنید شروع میکنه به دانلود، که البته بستگی به سرعت اینترنتتون داره. یکم دوستان داخل ایران فکر کنم مشکل داشته باشن واسه دانلود. اصولا بهتره که شبا بذارید دانلود بشه و همین این آپدیت ها اینجا میاد. و برید و از بازی لذت ببرید. حالا اگه با سوالی هم بود داخل کامنت ها من سعی میکنم جواب بدم. موفق باشید و از GTA آنلاین لذت ببرید.